افغانستان و نقطه نگرانی جهان اعضای شانگهای نگران فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستانند. خشم طبیعت ویرانگر در افغانستان در نتیجه سیلاب‌ها 26 تن در زابل جان باخت. طالبان و تلاش تعامل با منطقه. وزیر خارجه طالبان با مقام‌های شماری از کشورها دیدار کرد. رویارویی تازه کاخ سفید با کرملین. آمریکا قصد دارد تا روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی کند. و غرب حقوق بشرخواه با فرش سرخ در زیر قدم‌های ولیعهد عربستان انتقادها از دیدار مکرون و بن سلمان بالا گرفته است. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. در نخستین روز نشست دو روزه وزیرهای خارجه سازمان همکاری شانگهای، برخی از وزیرهای خارجه از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در این نشست گفته است که با سقوط دولت قبلی افغانستان زمینه بهتر برای فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور مساعد شده است. وزیر خارجه تاجیکستان روز گذشته جمعه هفته اسد در این نشست افزود: ما همه نگرانی افغانستان هستیم، زیرا گروه‌های تروریستی با شرایط بهتری در آنجا فعالیت می‌کنند. و گفته او ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی باعث افزایش قاچاق مواد مخدر می‌شود. او هشدار داد که فعالیت‌های این گروه تهدید جدی برای کشورهای آسیای مرکزی به شمار می‌رود. وزیر خارجه تاجیکستان در این نشست از سازمان همکاری‌های شانگهای خواست تا اقدام‌های فوری در مورد این موضوع اتخاذ کنند. از سوی هم سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه این نشست از همکاری کشورش به هدف یافتن راه حل برای چالش‌های افغانستان با ازبکستان خبر داده است. لاوروف گفت: ما موضوع بسیار نزدیکی با دوستان ازبک خود در رابطه با نیاز به شناخت واقعیت‌های کنونی در افغانستان و همکاری با رهبری کنونی داریم. در همین حال جی شنکر وزیر خارجه هند نیز در این نشست گفت که کشورش بر حمایت‌های بشر دوستان از افغانستان ادامه می‌دهد. او افزوده است: برای ما عدم تحمل تروریسم در تمام مظاهر آن یک امر ضروری است. او بر پتانسیل بندر چابهار برای آینده اقتصادی سازمان همکاری شانگهای نیز تاکید ورزید. قرار است در این نشست وزیرهای خارجه سازمان‌های همکاری شانگهای در مورد مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کنند و تصمیم‌های اسنادی را که قرار است در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر سال جاری در سمرقند ارائه شود تصویب خواهند کرد. این نگرانی وزیرهای خارجه سازمان همکاری شانگهای در مورد افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که هفته گذشته برای شرکت در نشست بین المللی تاشکند با ازبکستان رفته بود در این نشست دعوت نشده و تاکنون در ازبکستان به سر میبرد. مسئولان محلی طالبان در زابل میگویند که سیلاب در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جان 26 نفر به شمول 13 طالب را گرفته است. حاجی قاسم رئیس فواید عامه طالبان در زابل امروز شنبه 8 اسد اعلام کرده است که قلات مرکز این ولایت و ولسوالی‌های ارغنداب، سیوری، شمولزو، خاکی افغان، دایچوپان و شهر صفا گواه سیلاب‌های شدید بودند. و گفته او تا اکنون 26 نفر جان باخته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. او افزود که در میان کشته‌ها 13 عضو طالبان، 4 زن، 3 کودک و 6 مرد شامل است و 4 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس فواید عامه طالبان در زابل گفته است که سیلاب تا اکنون حدود 250 خانه و بیش از 500 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. او تصریح کرده است که بارندگی همراه با ژاله بوده و باغ‌های انگور و بادام را هم در زابل تخریب کرده است. سیلاب در دیگر ولایت‌های کشور نیز تلفات و خسارات سنگین بر جای گذاشته است. 6 روز بعد از سفر هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه به تاشکند، هنوز این هیئت به کابل برنگشته است. طالبان روز شنبه 8 اسد اعلام کردند که امیرخان متقی با سردار عمر زاکوف رئیس اداره امور ریاست جمهوری ازبکستان دیدار کرده است. به نقل از خبرنامه‌ای که طالبان منتشر کردند، دو طرف در این دیدار در مورد روابط دو جانبه، ترانزیت و همکاری در بخش کشاورزی سخن گفتند. در این جلسه در مورد آغاز کار خط ریل میان ازبکستان، افغانستان و پاکستان نیز گفتگوهایی انجام شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه 2 اسد
در رأس هیئتی برای شرکت در کنفرانس بین المللی تاشکند با ازبکستان رفت. او روز سه‌شنبه در کنفرانس بین المللی تاشکند در مورد آنچه که او دستاوردهای دولت طالبان در 11 ماه گذشته می‌دانست سخنرانی کرد. این کنفرانس روز سه‌شنبه به پایان رسید، اما هیئت طالبان به کابل برنگشت. تاشکند روز جمعه هفته اسد میزبان نشست دو روزه وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای بود. وزرای خارجه کشورهای چین، هند، پاکستان، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست شرکت کردند. هرچند امیرخان متقی در نشست شانگهای حضور نداشت، اما در حاشیه این نشست با وزرای خارجه پاکستان و چین ملاقات‌های انجام داد. طالبان در 11 ماه گذشته به شیوه‌های متفاوت تلاش کردند موافقت دیپلمات‌های کشورهای همسایه و جهان را برای به رسمیت شناختن دولت این گروه در افغانستان جلب کنند. با این حال هیچ کشوری در جهان دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه به خبرنگاران گفت که دولت ایالات متحده در حال بررسی امکان گنجانیدن روسیه در فهرست دولت‌های حامی تروریسم است. او تاکید کرد که کشورش در حال بررسی طیفی وسیع از سایر پیشنهادات برای تحمیل هزینه‌های بیشتر بر روسیه است. سخنگوی کاخ سفید افزود که این تصمیم هنوز هم بستگی به وزارت خارجه آمریکا دارد. او میگوید این مستلزم تصمیم وزارت امور خارجه در مورد معیارهای خاص اساسنامه کنگر است. بنابراین ما در حال بررسی این گزینه به همراه طیفی وسیع از پیشنهادات دیگر برای تحمیل هزینه‌های بیشتر بر روسیه هستیم. با گزارش خبرگزاری روسیه تاس، او در مورد سایر اقدامات احتمال ضد روسی توضیحی نداد. پیش از این کیف به واشنگتن فشار آورد تا روسیه را در این فهرست قرار دهد. اظهارات مشابه توسط تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز تکرار شد، اما ماریا زاخارلووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، بیشتر واشنگتن را به دلیل معرفی روسیه به عنوان حامی تروریسم مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. عنوان دولت حامی تروریسم توسط واشنگتن برای کشورهای اعمال می شود که گفته می شود مکرراً از اقدامات تروریسم بین المللی حمایت کردند، اما تعداد انگشت شماری از کشورها از سوی آمریکا در فهرست حامیان تروریسم افزوده شدند. ایران، کره شمالی، کوبا و سوریه در حال حاضر شامل این فهرست هستند. اما روز چهارشنبه انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که دولت بایدن تأثیر عملی چندانی از گنجانیدن احتمالی روسیه در فهرست ایالات متحده از کشورهای حامی تروریسم نمی‌بیند. اما نیویل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در جریان گفتگوهایشان در پاریس برای کاهش اثرات جنگ در اوکراین توافق کردند. خبرگزاری فرانس 24 روز جمعه 29 جولای گزارش داده است که ماکرون به دلیل میزبانی از ولیعهد عربستان که متهم به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی است، مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است. ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرده است امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در جریان مذاکرات در پاریس توافق کردند که برای کاهش اثرات جنگ در اوکراین کار کنند. کاخ الیزه افزوده که رئیس جمهور فرانسه و ولیعهد سعودی بر لزوم پایان دادن به درگیری در اوکراین تاکید کردند. دستیاران رئیس جمهور فرانسه پیش از این مذاکرات گفته بودند که ماکرون قصد دارد از عربستان سعودی بخواهد تولید نفت خود را افزایش دهد تا به کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک کند. با توجه به اینکه نفت و گاز روسیه یا به دلیل تحریم‌ها در دسترس کشورهای اتحادیه اروپا نیست یا توسط مسکو متوقف شده، کشورهای اروپایی به شدت دنبال منافع جایگزین سوخت‌های فسیلی هستند.